باید فیلترها در درون قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی باشد و بگوید نمیبینم. طرف بندازیش تو زندان، بگی توی گاف صندوق نگهش داری، بگین اصلا دزدی نمیکنه، نگاه به نامحرم هم نمیکنه، آی قربون این برم چه پاک. ابن سیرین، اگر ابن سیرین شد، ابن سیرین خیلی خوشگل بوده. یکی از چیزایی که جوان خدا عجیب عطاهای اساسی میده، عطاهای اساسی عجیب غریب میده، گذاشتن از شهوت به خاطر خداست، چون سخته تو جوانی. بگه خدای نگاه کن همین الان میتونم این زنا رو انجام بدم، به خاطر تو انجام نمیدم. خدای الان من میتونم، خدای نکرده گناه کبیره خود ارضایی رو بکنم، محرکش هست، خونه هیچ کس نیست، من تحریک هم شدم، به خاطر تو و امام زمان این کارو نمیکنم. همون شب ببین یه چیزی به این میدن یا نمیدن. به فردا یه تغییرات تو وجودش به وجود میدن. همین ابن سیرین خیلی خوشگل بود، شاگرد بزاز بود. یه زنی رفته بود تو کوکین، یه روز عمدن اومد کلی خرید کرد که منو بردارید بیارید. خیلی خرید کرد، به بزاز گفتش که شاگردت پارچه‌ها رو برداره برای من بیاره. نقشه کشیده بود از قبل، هیچ با کلفتش هم هماهنگ کرد. آورد و این ابن سیرین بهش داد و گفت پولا مثلا اگه میخواد بدی، و گفتش که بیا تو خونه بذار. تا آورد گذاشت تو خونه، به کلفتش گفت درو بستن. درو بستن، زن اومد گفت یا با من زنا میکنی یا داد و بیداد را میندازم، من اینجا زن ثروتمندم. همه میگن کار کی بوده؟ کار تو بوده. عین زلیخا و کی؟ یوسف علیه السلام. گفت خدایا این زن زیباست، دل منم کشش داره به سمتش، منتها تو خوشگل تری، تو قشنگ تری. نمیخوام یه کاری کنم. یه فکری به ذهنش رسید. گفت خب باش، این همه اینا داستان و فیلم نداره، بهم میگفتی. گفت من این همه اومدم در مغازه شما به تو چشمک زدم و من ندیدم، سرم پایین بود. گفت خب من برم یه غذای حاجت کنم، دستشویی برم، دستشوییتون رو معرفی کنم، من در خدمتشم. رفت دستشویی، ببین چیکار کرد، مدفوع خودش رو شروع کرد مالیدن به سر و کلش. اومد جلوی اون زن وایستا، گفت من در خدمتشم. یه نگاهش گفت مرد شورتو ببرن چه صافت، برو گم شو بیرون. اومد بیرون. ابن سیرین میگه از در آمدم بیرون، یک سنگینی در سینم احساس کردم. با علم تعبیر خواب بود. چقدر جالب، حضرت یوسف هم چه علمی داره؟